رو نمیدونم ولی این صحنه برای من نه عجیبه نه ترسناک، حتی فکر کنم آهنگش هم عاشقانه است. تو این ویدیو نشون میده که یه دفعه حجم از آب وارد خونه شد. تو کپشنش هم نوشته بود که چطوری آب تونست از در بسته رد بشه. تو کامنتاشو نگاه کردم، یه نفر گفته بود اون طرف در آسانسوره، بعد یه نفر بین آسانسور و در آسانسور گیر کرده. اینم که میرزه بیرون خونه طرف له میشه، اینطوری خونش میرزه بیرون. داستانای دیگه هم راجبش گفته بودن ولی وقتی بیشتر تحقیق کردم دیدم که نه، اصلا از این خبرا نیست. اولی که این فقط آبه، خون نمیتونه انقدر آبکی باشه، رنگش هم اینطوری نیست. بعدم اگه اینجا رو دقت کنید آب از اینجا وارد میشه، مشخصه که شیشه شکسته به جاش مقوا گذاشتن. ویدیوی کاملترش هم پیدا کردم، اون طرف در اصلا آسانسور نیست، این در ورودی منزله. اینجا مشخصه وقتی که درو باز میکنه جلوش فضای بیرون منزله، احتمالاً هم ژاپنه چون طرف ژاپنی حرف میزنه. حالا چون وقتی درو باز کرد هیچ کس نبود، یه پست دیگه گفته که کار روح بوده، خواسته اذیتشون کنه. ولی خب در واقعیت یا به احتمال زیاد صحنه‌سازیه یا این نفر خواسته اذیت کنه، برداشته آب پاشیده. آسانسور و روح و این چیزا نیست. اینم یه ویدیو دیگه شه برای وقتی که شیشه سالم بود. 今度逃がさねえぞ。もう一個開いてんのかもう開いてなかった。